سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه آموزشی میخوام براتون بذارم از نحوه وارد کردن فایل اتوکد به اسکچاپ. یعنی بهترین و اصولی ترین راهش چی میتونه باشه. مسیری که فایل اتوکدم توی ذخیره شده است کپی میکنم، اوپن فایل رو میزنم و مسیرمو پیست میکنم. روی اوپن میزنم و فایلمو انتخاب میکنم. خب فایل من باز شد. پلان دارم، پلان همکب. ورودش این قسمته، وارد فضا میشیم، پذیرایی، آشپزخونه‌اش. حالا این سمت پله‌ای که داره به سمت طبقه بالا میره و زیر پله راهی داره برای سرویس و مسیری که به حیاط پشت میره. به پارکینگ داریم و اون سمت هم یک گلخانه ماند. اوکی، جانبه پنجره ها و طبقه دوم لیفت درست جلویی داریم. پله‌ای که میاد بالا و تقسیم میکنه به فضا رو به 3 اتاق خواب. یه خوابش مستره، یک حمام عمومی داره برای 2 اتاق خواب و تراسی که این قسمت داریم که از 2 اتاق خوابمون بهش رامپ داره، پس 3 تا خواب بالا داره. جای نماها ثبت شیپ داری که داره و اولین کاری که برای وارد کردن فایل به اسکچاپ باید انجام بدین، قبل از هر چیز بیای فایل اتوکد تو اصلاح بکنی. و این اصلاح کردن به چه صورته؟ من میام یه کپی از این 2 تا پلان هم میگیرم، میارمشون پایین که اون پلان اصلی هم سر جا خودش داشته باشه. این کپی که گرفتم، میام هر گونه مبلمانی که وجود داره رو پاک میکنم، هر گونه خط اضافی که وجود داره رو پاک میکنم. حالا جلوتر که تو اسکچاپ رفتیم متوجه میشیم دلیلش برای چیه. آبجکت مربوط به در و 2 خط بودن پنجره بهش احتیاجی نداریم، فقط خط 2 طرف پنجره رو باید حفظ کنیم که متوجه شیم اینجا جانبه پنجره است. هر گونه آبجکت وجود داره رو میایم از داخل اتوکدمون پاک میکنیم، فقط خطوط اون باقی بمونه. بعد به هیچ خط اضافه‌ای هم احتیاج نداریم. اینم از این خط. آبجکت ماشین رو پاک کنیم و این خط اضافه‌ای که اینجا وجود داره. اون پله‌ای هم که وجود داره من ازش کپی گرفتم بردم اون سمت که حالا بعداً تو اسکچاپ به دردم می‌خوره، ولی فعلا از داخل پله‌ام برداشتمش. من به یک همچین پلان ترتمیز باید برسیم. نه آبجکتی داریم داخلش، نه مبلمانی داریم و نه خط اضافه‌ای. تمام خطوط هم به هم دیگه رسیدن. همین کارو برای طبقه دوم انجام میدم، بنا طبقه دوم انجام میدم. اگر جای خطوط به هم دیگه نرسیده باشن، میام با دستورایی مثل اکستند یا ابزار فیلت اینا رو اصلاحشون میکنم. این کارا رو همین الان تو اتوکد انجام میدم قبل از اینکه وارد اسکچاپ بشیم. اگر از این روش استفاده کنیم بهتر. تو اسکچاپ هم میتونیم اصلاحش کنیم، ولی خب بهتره که قبلش تو اتوکد این اصلاحات رو انجام بدیم. مرحله بعدی، پس مرحله اول چی شد؟ مرحله اول اصلاح کردن فایل اتوکدمون. هر گونه پلان، هر گونه آبجکتی وجود داره رو از بین ببری، هر گونه خط اضافی وجود داره رو از بین ببری. و مرحله بعدی، مرحله دوم، قبل از اینکه وارد اسکچاپ کنیم، اینه که مقیاس پلانمون رو چک کنیم. من میام از این قسمت روی آیکون اتوکد کلیک میکنم، زیر مجموعه دراینگ یوتیلیتیز، بخش یونیتس، تو پنجره‌ای که باز شده میام و این قسمت یونیتس تو اسکیل اینسرتد کانتنت رو روی از میلیمتر که پیش‌فرضش هست روی متر میذارم که مقیاسمون با اون مقیاسی که داخل اسکچاپ داریم کار میکنیم یکسان باشه. ولی خب یه دور فایل ذخیره میکنم تا مقیاسی که اصلاح کردیم رو حفظ بشه. وارد اسکچاپ میشم، بریکینگ کورد کلیک میکنم، از این قسمت فایل اتوکدم رو انتخاب میکنم. خب این از نقشه‌ای که ما وارد اسکچاپ کردیم. حالا مشکلی که وجود داره با این که ما مقیاسش توی اتوکد
یونیتش رو در واقع تو اتیکاد اصلاح کردیم و تبدیلش کردیم به متر، ولی ابعاد اندازه‌مون اینجا نمیکنه. روشی که وجود داره خیلی راحت بکنم که ابزار تک مژر بتونه مقیاسش رو اصلاح کنه. من وارد گروه این پلان میشم. یک خط میان روی ضخامت دیوارم ترسیم میکنم که ما اندازه دقیق این خط رو میدونیم. الان من با تیپ مژر تی رو میزنم، ابزار تیپ مژر فعال میشه و نقطه شروع و پایان خطی که ترسیم کردیم رو میام کلیک میکنم. این پایین سمت راست تو با ابزار مژرمنت اومده عددش رو نوشته که عددش 520 متر هست. یعنی ضخامت دیوار ما 520 متر. خب اشتباهه، نباید 520 متر باشه، میخوایم باشه 52 سانتی متر. خب عدد ممیز 52 و جلوش مقیاسش هم تایپ میکنم ممیز 52 ام رو میزنم که به عنوان مقیاس در نظر بگیره. اینتر رو میزنم، پیغامی که برام میاد تایید میدم. از میکروسافت میخوای آبجکت ها یا موضوعاتی که داخل گروه هستن مقیاسش اصلاح بشه، میگه بله. حالا مجدد که این قسمت اندازه بگیرم مقیاسش درست شد. خب مقیاس کلانمون درست شد و قبلش هم که وارد اسکچاپ بشه. برای مرحله بعدی میام و از هر پلانی که دارم یک گروه تشکیل میدم. پلان همکفم کلش انتخاب میکنم، کلیپ درک از چپ به راست، روش راست کلیک میکنم و میک گروپ رو میزنم. کل خطوط مربوط به اون پلان رو میندازم داخل یک گروه. میخوام گروه های مختلف از پلان های مختلف که داریم داشته باشیم. یک گروه برای پلان همکف، یک گروه برای پلان طبقه اول، یک گروه برای نمای روبرو و یک گروه برای نمای سمت چپ. برای مرحله بعدی میام و جانمایی پلان طبقه اولم رو درست میکنم. یک نقطه ای از پلان طبقه اولم که مشترک هست با پلان طبقه همکف انتخاب میکنم. مثلا این کنج دیوار رو اگر نگاه بکنید ما همین کنج رو توی طبقه همکف هم داریم. پس اگر من بخوام جابجاش کنم میتونم ابزار موو رو بزنم، این نقطه رو به عنوان نقطه مبنا قرار بدم، روش کلیک بکنم و بیارم بندازمش روی همین نقطه توی طبقه همکف. حالا جانماییش درست شد. حالا فقط کافیه که ارتفاعش رو اصلاح کنیم. ارتفاعش هم میتونیم از نما کمک بگیریم. فعلا میذارم همینجا بمونه. این دو تا پلن رو میبرم بالاتر تا مشکلی برام وجود نیاره، دم دستمون نباشه. می الان نماهایی که ما داریم به صورت افقی هستند، یعنی خوابیدن روی سطح ما. میتونه به کمک ابزار، یعنی باید این کار بکنه، به کمک ابزار روتیت بیای جهتش رو در راستای محور قرمز تغییر بدی. خب من جیو رو میزنم، ابزار روتیت بنا فعال میشه. به کمک جهت‌های روی کیبورد میتونی راستاشو تغییر بدی. یعنی اگه جهت راست کیبورد رو بزنم راستاش قفل میشه در راستای عمود بر محور قرمز. اگه جهت چپ رو بزنم قفل میشه در راستای عمود بر محور سبز. جهت بالا هم که رنگ آبیه قفل میشه در راستای عمود. به صورت افقی روتیت میکنه. و هر کدوم از این جهت‌ها رو که میزنی رنگ آیکون ماوسمون هم تغییر میکنه. خب من میام از این نقطه رو مبنای روتیت هم قرار میدم. یک کلیک دیگه انجام میدم و 90 درجه میام روتیت هم انجام. باید یه مقدار من این نمای روبرو رو موو کنم میارم جلو. به کمک ابزار تیپ مژر یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که یک خط راهنما باش ترسیم کنیم. خب من این قسمت مثلا میام از این زل سمت چپ پلم یک خط راهنما ترسیم میکنم که بیام با نما مچش کنم. خب من اگر این نما رو موو کنم بیاندازم روی این خط راهنمایی که دارم خیلی راحت جانماییش درست میشه. یه مقدار نزدیکترش میکنم به پلان. و میام همین کارو برای نمای بعدی هم انجام میدم. میکنم که روتیت 90 درجه میچرخونمش که جهتش درست بشه. با ابزار موو جانماییش رو درست میکنم و مجدد به کمک ابزار تیپ مژر یک خط راهنما میندازم و جانماییش رو به کمک اون خط راهنما اصلاح میکنم. خیلی خوب، الان فقط مونده که اون پلان طبقه اولمون رو ارتفاعش رو تنظیم کنیم. خب من پلان طبقه اول انتخاب میکنم.
به کمک ابزار موو یک نقطه رو انتخاب میکنم، جهت بالای روی کیبورد رو میزنم قفل بشه در راستای محور آبی که محور زد ما هست، محور عمود ما هست. میام میندازم زیر خط تراسمون. خیلی خوب، ارتفاع این پلن هم تنظیم شد، جانمایی اوکی شدن و مقیاس کارمون اصلاح کردیم. یک کار دیگه ای که میتونیم بکنیم برای بهبود مدیریت فایلتون، الان ما خیلی راحت تونستیم نقشه ها رو بیاریم داخل اسکچ. حالا یه سربرگی داریم تو این پنجره سمت راست، پنجره ورتیکال تری، سربرگی داریم به نام تگ ها. من میتونم یه کاری بکنم، یا و هر کدوم از این نقشه ها رو بذارم داخل یک رد. چجوری میتونم این کارو بکنم؟ قبلش میام تمام این تگ هایی که وجود داره رو سلکت میکنم، همشون رو راست کلیک میکنم، دیلیت تگز رو میزنم و روی این گزینه کلیک میکنم که اصلا میشه روی تگ پیش‌فرض اسکچ ها. میام این قسمت یک فولدر میسازم و اسم فولدر رو به عنوان مثال میذارم پلان ها. یک فولدر ساختیم به نام پلان ها. این قسمت اگر من روی به علاوه کلیک کنم میاد یک تگ جدید برام میسازه. حالا این که تگ ها چی ان یک ویدیو جدا میذارم براتون که کاملا باهاش آشنا بشید. اسم تگ رو میذارم نمای روبرو، یک تگ جدید میسازم نمای سمت چپ و تگ بعدی رو میسازم نمای نه پلان همکف و تگ آخر پلان طبقه اول. خیلی خب، ما یک گروه داریم که این گروه شامل 4 تا تگ مختلفه: پلان همکف، پلان طبقه اول، نمای سمت چپ و نمای سمت راست. خب حالا چطور میتونیم البته اون اسم گروهش رو بیام عوض کنم، شاید بهتر باشه بذارم نقشه خارج پلان ها. برای مرحله بعد باید هر کدوم از این گروه بندی هایی که انجام دادیم رو وارد این تگ ها کنیم. خب من خیلی راحت میتونم مثلا گروه پلان همکف رو انتخاب کنم، بیام از همین پنجره دیفالت تری سربرگ انتیتی اینفو. انتیتی اینفو سربرگی هست که تو حالتی که هر چیزی انتخاب باشه، هر موضوعی رو به صورت سلکت شده در بیارید، یه سری اطلاعاتی جزئی در اطلاع عمومی قرار میده. میتونم از این قسمت تگ ها تگش رو تغییر بدم بندازم روی پلان همکف. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر من بیام روی این چشم بغل اینجا تو سربرگ تگ ها کلیک بکنم، میتونم هر چیزی که داخل اون تگ وجود داره رو هاید کنم، موقتا نبینم. مثلا من میخوام روی طبقه اول کار بکنم، دیوارچینش انجام بدم، حجم طبقه همکف مزاحمم. خب خیلی راحت تگ بندی رو انجام دادم، میام به کمک این چشمی که بغلش وجود داره هایدش میکنم به صورت موقت. تگ بندی اینجا کار برده و بقیه نماها رو هم بهش اضافه میکنم. خیلی خوب، خیلی راحت تونستیم ما پلان هامون رو وارد اسکچ بکنیم. تو ویدیو بعدی با هم کار میکنیم که چطور میتونیم این پلان ها رو تبدیلشون کنیم به حجم، جانمای پنجره ها رو مشخص کنیم و فرم کلی پلانمون رو تبدیل به حجم کنیم. موفق باشید.